سلام بچه‌ها، ریس هستم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز بگید کجا هم آقا. اول که فکر فهمیدید دیگه لو رفت. بدون اینکه من بگم تو کامنت بنویسید من کجام. بعد بدون اینکه بگم بگید کجا. دقیقه ویدیو رو بزنید. مهیار هست، پویا هست. خب دیگه بدم کجام دیگه. بگم کجا. آقا یه دقیقه آقا گرافیتی‌ها رو نگاه چه خوشگله. ما تونل موام خیلی به هم ریخته. سعادت آبادیم. الان سعادت گرافیتی های خوشگل. اینم داش سپی. ولی اینو بگم اینم پویا. بیشتر نقاشیاش اروتیکه. یعنی چی اروتیکه؟ توضیح بده. محتوای جنسی داخلش. اروتیک همینجوری گفتم. آره نمیدونم چیه. چه خوشگله آجی. یه موشه بود اینجا، نگاه کن چه خوشگله. خوراک موزیک ویدیوه. چون هم نارنگی نه میگه بیا از وجه جرابکاره. نه شبیه جنابخان هست. شبیهش هست ولی چیز نی. او اینجا هم کشیدن نگاه. یه 7-8 دقیقه ویدیو در بیاد دیگه. آها امیر اینجا رو بگیر. آجی نون به آجی حس بدی دارم من به این الو اونجا انقدر تو تاریکیش انقدر باور کن حاجی. این اما بگیر. میدونید بچه‌ها تو کامنت ها اگه گفتید شب کجاست، خونه یه لاک پشتین اینجا. چون اون تونله تو جی تی ای وی بود. آره با بم میتره کنی 100% می‌کردیم. الان آقا اینجا آبه. اوف چه خوشگله حاجی. چی نوشته؟ کیو نه گایکوش. گافور. او برو همون بگیر. حاجی انگار کف لس آنجلسی. پسر یه من دستم خسته شد. بوی ان زد بالا. اون من بودم داشت. سپرنا کجا رفتن؟ سپر اونجا نگاه چیکار دارن میکنن. چه خوشگله اینجا. چیه؟ بچه بالای تونل رو نگاه کنی چی نوشته؟ چه باله؟ چه خوشگله. بالا رو نگاه. چجوری کشیدن اینا رو؟ امیر نگاه کن یه دقیقه منو. آقا من یه تصمیم گرفتم. دوربینتو میگیرم میرم داخل ویدیو میگیرم، ولی یکی بیرون باش. تو بیرون باش، من برم تو. من اومدم بیرون، تو برو تو. خب ببین با هم بریم. چرا با بدون یه دونه بیرون باشه؟ بیرون باشه بهتره. برای چی؟ جدا من خب یکی بیرون. پویا تو بیرون بمون. حاجی من میگم چیز خاصی نیست اون تو. معلومه چیز خاصی نیست. چی می‌خوای پیدا کنی؟ من میخوام برم. نور خود گوشیم روشن شد خودکار. انقدر تاریکه اینجا. حاجی الله نوشته. تا جایی که الله هست هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا تسخیر دایش مایش. حاجی جدا بریم. وایسید. مگه قرار نمیه نفر بیرون باشه؟ میام گفتم به پویا بیرون بمون نمون. بچه‌ها 1/3 تو نرفتیم. البته یک نمیدونم چی شد تو رفتیم. ما نمیدونیم که چقدره. آقا یه سنگ سیری دیگه هم بریم. مجدد کنیم. داشت اینا آجور راحت بزنیم. ان گرفته همون رو خیلی بزرگه اینو بریم. الان چیاره چی بود تو؟ آقا من میام کار کنیم. ویدیو ترسناک حساب میشه دیگه الان. نمیدونم. آقا مثلا تامنیلش چی بزنیم؟ آقا چرا قوه‌ای باشه تایید. من حاضرم یه ریسکی بکنم. چی؟ یه چراغ قوه ببینید بریم. آره چشات قرمزه سپر. نه چراغ قوه خوب ببینید خیلی کمه. داشت چرا قوه گوشیه دیگه. این چراغ قوه ضعیفه. میخوای دوتاشو ببری؟
بره دوتاشون به این بودو این بیاین ها. ببین میتونید وایسا لحظه وایسا گوشی هم بگیرید ببرید بده من میبرم تو اینجا وایس. برید. 3 نفر نه دیگه نه. لحظه یه دفعه بمونه اینجا با من بابا ما 2 نفری با هم چیکار کنیم؟ وایسا نه وایسا من برید میام ها؟ بابا این خودت میره میخوره وسط شهر داداش پیتزا رو چرا وسط شهر؟ این اصلا میگه فاضلابه. خطرناکه. خیلی دیگه محبوب کنم. یه دقیقه وایسا چی بود؟ برگرد اصلا نمیشه رفت. سیاهی مطلقه. جنازه هم پیدا نمیشه. سیاهی مطلقه. میدونی چیه بچه‌ها جا خیلی تاریکه. بچه‌ها ببین اینجا آقا از یه شورت ویدیو در بیار من تو چنلم بذارم. اصلا یه پست تو اینستاگرام هم میذارم اینستاگرام هم اگه ندارید برید توی هم زیر ویدیو میاد هم داخل دیسکریپشن بیو چنل هست آقا منو نگاه کن از من بگی. اگه این ویدیو اون رو تو بعد چیز کن صورتت نمیاد اگه این ویدیو 4000 تا لایک بگیره قول بهتون میدم تا تهش میریم آره لای حمایت کنید میریم چراغ داره از این چراغ بزرگا آه. مثل پروژکتوره با شک- اون حمام بود میرفتم. فکر کنم شکاری میگم آره بهش. اون حمام بود میرفتم. ببین اونم بود چون داخل سیاه ولی خدا رشیدی خیلی تاریک بود. ببین ولی در صورتی میرم اونجا که کلاش حمام باشه. ده اومدنش ها رفتی تو دیوارای اونجا که چیزه بازم نقاشی کشیده بود. یه زد نه. تا آخر نداشت میدونین میره تو کجا میره وسط شهرین مطمئنم بچه دفعه بعدی چرا قوه خوب بیاریم احتمال داره یه سراح دفاعی هم بیاریم. خب بیا تا آخرش ببینیم چی میشه دست بیره از اونا بیاریم. بچه چه چیزایی داره خود آره هرچی انو حاجی عنکبوت‌های توی 2 متر اینا همون که باید بچه مغز داره. چه گرافیتی هایی خدا وکیل میتینگ گذاشته بودم. یو بچه افتاد دیدی گفتم امیری ها رو بعد می آوردم همین شما الان بهش میگم خز نایک امیری ناموده کیرم تو نایک ناموده کفاش کیری سوره بسخول ما چون خیلی خیسه نزنی به اون آبه منم می‌خواستم همینو بهش بگم ولی دیر شد افتاد توده. خوش کن بادو باید برو. او مای گاد تو ببین کاری با کارت ببین این اینجا چی میگه؟ این اینجا چی میگه؟ بچه‌ها کجا اینا؟ حاجی یخچال میشه کنن. آره نه بدون یخچال. روی قفسه کنار یخچال اونایی که تو شب چیز میشه چی میگن نایت لایت یار رودخونه امامزاده داوود هم افتادم همین شکلی بود. حاجی من الو پر رد شدم پام سوخت داشتم پرت میشدم تو رودخونه. کجا تو امامزاده داوود. خب داشتم پرت میشدم پایین. بعد یه پسر اونجا داشت میرفت سریع اومد یهو دستمو گرفت کشید منو این کفشم سوخت. دیگه پایین نمیشه رفت ها. آره کلا خیس میشه اگه اصلا یه راه دونه- برگشت نداره اگه یه دونه اگه واقعی اینو داشتم چیز میکردم منو میکشی؟ ببین الان یه تحلیل بکنیم پایین تا خیسه. اگه یکی دیگه از اینا ببینیم دیگه نمی‌تونیم. کلا دیگه پامون خیس میشه اون پایین کلا آبه. ببین میشه بریم و کفشامون به درد یه نمیخوره ادیت کال اف دیوتی تور برای من بنداز به نظر من از دیوار بگیر. زیاد رو برگا بذارید برگاش اه جورابم یه ذره خیس شد. آره دیگه توقع نداریم که اینجا گل محمدی بیا الان. ولی هیچی بهتر از اون تونله نبود خدا وکیل. چیزیه این بچه حالا میرین این شانس ماست الان یه دفعه میریم این چیز اصلا وا نشده چی فاضلابه اصلا آب نداره و یه دفعه این اوگی شهرداری نه بالا رفتن سخت نیست و یک سپر بره بالا دیگه میتونم بالا رفت. آره باش سختش بالا رفت. بالا رفتن از همه شاهدتره که میگم برگشت با راحت صورت تره. میخوری زنی. نه هیچی نه دستات آقا هستی یه نه سوم شخص هم من بگیر تو یه دقیقه داشته باش لازم من برم جلو سفر
نوید چی میتونی بخونی؟ یا حسین یا علی یا نه اصلا حسین ننوشته. عربی نوشته دیگه. بیمنیه. چی؟ عیال. اینجا نوشته عیال. من باید بگیری. برو ببین عین گیما بگیر. برو گوش هم باشه. این الان تموم میکنه. بچه‌ها این به نظرم از همشون خفن‌تره. حاجی بذار چیزی شد؟ من میدونم باحاله اینو که خوشگله یا علی خوش کنی بچه یکی دیگه این دوربین نمیتونه بگیره بده من نه پول تو بگیر میری برای تست؟ بیا اینو بگیر البته یه سورتر از قبلی ها داداش. سپر میگم سوره. بیا پاهاتو اینجا که خشکه خوش پا داداش رو سنگ دوره کفشتو نگاه کن داداش اون بخواد من برم این دفعه بیا بگی من ولی برم کاپشن هم بگیری بگی من برم چون داداش کاپشن تو امانتی تو وایسا کاپشن هم گرونه میترسم سنگی رفتی؟ باریکلا. من پولش ندادم بابا آقا به پایینا ناموسن سپه چی پویا بشین بچه اینجا سوره اینجا اصولی نمیشه بیان تمام بالا آمدنش مهمه بیا بالا بالا بینم حله اینه پلنگ صورتی پویا حله همینجا ویدیو ببرم. من برمیگردم اینجا. خب بچه تا اینجا که ویدیو ممنون که بودید و لایک بخوره اون تونه دارم میریم 4000 تا لایک بخوره به خود میرم حمایت کنید بریم بالا دیگه لایک قشنگ سریع بخوره بریم عشق کنیم و تا ویدیوی بعد فعلا پیس